3 تمرین ساده برای جوان موندن. 1. اسکوات. در واقع پادشاه تمرینات پایین تنه است. نه تنها پاهاتو قوی میکنه، متابولیسمت رو بالا میبره. اگه اجرای این حرکت به این شکل برات سخت بود، روزای اول روی صندلی حرکت رو اجرا کن. روزانه 3 ست 15 تایی انجام بده. 2. پلنک. عضلات مرکزی قوی یعنی بدن جوان. شکمت رو صفر میکنه، سرشونه ها رو تقویت میکنه. یادت نره ناف و دنبالچه رو به طرف داخل بکشی و بدن رو توی خط صاف نگه داری. اگه جای حرکت روی زمین برات سخت بود، توی ارتفاع انجامش بده. روزانه به مدت 60 ثانیه این حرکت رو اجرا کن. 3. پروانه. از اون حرکتایی که شاید ساده به نظر بیاد ولی واقعا فوق‌العاده است. ظرفیت قلبی عروقی و خونرسانی رو بیشتر میکنه. هماهنگی عصب عضلات رو تقویت میکنه. اگه سابقه درد زانوی کمر داری، حرکت رو به صورت نشسته به مدت 1 دقیقه اجرا کن. این تمرینات رو هر روز انجام بده و حس جوانی، قدرت و انرژی بیشتری رو تجربه کن.